سلامی گرم به همراهان عزیز و دوست داشتنی چسیار آکادمی با یک بازی دیگه از مجموعه بازی با ربات‌های chess.com در خدمت شما عزیزان هستیم. خب به ربات جوناس رسیدیم. حالا نمیدونم یونس هم مثلا ممکنه خونده بشه از کشور جرمنی، البته یونس که قطعا نباید باشه، ولی خب ما حالا میگیم جونس یا هر چیزی. حالا امیدوارم درست باشه. کسی میدونه بهم بگه چطوری خونده میشه. در سطح ادوانس با ریتینگ 1700 یک بار با رنگ سفید باش بازی میکنیم و یک بارم با رنگ سیاه. سعی میکنیم نکات رو تا جایی که امکان داره تا تهش بیان کنیم. مرسی که همراه ما هستید. لایک و حمایت یادتون نره. مرسی عزیزای دل. با ای4 بازی رو شروع میکنیم. پیاده در مرکز، پیاده G6 مدرن دیفنس، دفاع مدرن، یعنی اینکه مرکز رو اشغال نمی کنم اما کنترل می کنم. با چی؟ با فیل G7. اگر اجازه داد حتما D4 کن و راه دو فیلت رو باز کن. در ویدیوی قبلی بازی با ربات قبلی که فکر کنم اسمش آرتور بود، فکر کنم همچین بازی پیش اومد. حالا بله قطعا همچین بازی پیش اومد. بله فیل G7 اسب F3 میریم برای اینکه گسترشمون رو بدیم. هیچ نکته خاصی پیش نیامده. در شروع بازی گسترش بده. اگر میتونی تمپ بگیر، یعنی حمله خوبی رو انجام بده که جای مهره تو خوب و جای مهره حریف بد بشه، یا حریف تو محدود کن. مثلا میخواد فیل G4 کنه H3 کن مثلا. خب ولی من اینجا مشکلی با فیل G4ش ندارم و فیل E2 میکنم. چرا فیلو نمیذارم تو خونه دی3؟ نمیخوام قطع ارتباط بشه. دقیقا به همین دلیل. اگه الان فیلو میذاشتم حالا بعد مجبور میشدم که پیاده رو این بذار بیرون. اگه من الان فیلو میذاشتم دی3 با اسب و فیل داشت به D4 حمله میکرد و من اینجا انگار قطع ارتباط کرده بودم. پس من چون میدونستم که این اتفاق میتونه بیفته این کار رو نکردم. خب دارم فکر میکنم که به حال ممکنه الان فیل G4 کنه بزنم و بعد اینو بگیرم. پس حرکت الانم مهمه. پس حرکت الانمون مهمه دیگه، درسته؟ سیسه رو دوست دارم. سیسه قشنگه. سیسه قشنگه. یه کوچولو D5 هم قشنگه. هرچی فکر میکنم D5 خوشگل تره. این همون جاییه که میگم حمله کنید. حمله کن. جای مهره تو خوب شده، جای مهره اون هم حالا شاید بد شده باشه. این هم میزنیم. اگر با پیاده بزنه پیاده هاش خراب میشه، اگر با فیل بزنه ما مثلا این فرصت رو داریم که F4 کنیم به عنوان مثال و میتونه واقعا هم حرکت خوبی باشه. حالا آیا قلعه برم یا F4 کنم؟ از اونجایی که F4 مجانی هست من F4 رو انجام میدم. چرا که نه؟ یه حمله دیگه میکنم. حواسم به این قطر هست. قلعم رو اینجا میرم. تهدید خاصی علیه من نمیتونه داشته باشه. اسب F6 نهایت زورشه. اوکی، میگه آقا پیادت خیلی رو مخه، لطفا بیا تعویض کن. اگر بزنی چیز خاصی گیر من نمیاد، بیشتر تو خوشحال میشی. اوکی. از طرفی اگر حرکت C4 رو بکنم فیلت خوشحال میشه چون میخوام C3 رو نگه دارم. بذار ببینم اینجا چیکار کنم. اگر بزنی چی دارم؟ هیچی ندارم. D5 هم میاد. نه بهتر خودم رو تو درد سر نندازم. اینو برونم چی؟ خیلی خونه ها رو ضعیف میکنم. اوکی، اسب رو میارم. اشکال نداره. اگر دوست داری بزنی بزن. من این پیاده ها رو بهت میدم اگر دوست داری. در واقع میتونست پیاده من رو خراب کنه ولی فیل خوشگلی داره. و من این فیل خوشگلش من اذیت میکنه. در نتیجه H5 H5 چیه؟ تا کجا میخوای بری؟ مثلا تهش میرسه اینجا H3 میکنم. چیزی گیرت میاد؟ فکر نکنم. اوکی، من فیلو میذارم. میخوام بذارم D4 بگم آقا این فیل خوشگل بیا با هم دیگه عوض کن. نو ترت. اوکی، لطفا تعویض کن. و اگرم تعویض کنی خیلی به نفع من میشه. با وزیر میزنم. حالا رخ زیر ضربه. حالا فیل قدرتمند حریف که بابتش 2 حرکت خرج کرده بود این چی آچمزم کرد. یک لحظه فکر کردم که رخ مفت داد. خب آچمز شدیم و این یعنی اگر بزنه رخش خوشحال میشه. اگر نخوام بزنم باید دفاع کنم و اگر بخواد بزنم رخم آیا از حال هوایی که داره راضی هست یا نه؟ رخم آیا راضی هست یا نه بچه ها؟ به نظرتون رخ خوب و خوشگلیه؟ خیلی شبیه رخ خوب و خوشگل نیست.
ولی بعد میتونم برونم خوب و خوشگلش کنم. البته اگه برونم اسبشم میاد تو. خب اوکی میزنم. به نظر هزینه داشت این رخ تو D4 هزینه داشت. خب حالا شما تهدید داری میخوای اسب تو بیاری تو. اینجا اونجاییه که ما میریم برای محدود سازی، چون اسب J4ش قشنگ. اسب J4ش قشنگ، تعارف نداریم، اسب J4 قشنگ. میتونیم بریم برای مرکز، ولی اسب F5 قشنگ. مگر اینکه تو در این حرکت E5 چیز خاصی به دست بیاری و میای حساب میکنی. میگه اگر بیاد میزنم بزنه چی دارم؟ چی داریم خدا وکیلی؟ اسب داره تو هم میاد مایه دردسر، هیچ چی نداریم. شاید هم جواب درست باشه ولی من فکر نمی‌کنم این باشه. پس من اینو حساب نمی‌کنم. میریم سراغ نقاط ضعف بعدی. به شیشت خوشگل ضعیف، دسترسی بهش ندارم. دسترسیم خیلی کنده. هیچ فایده‌ای هم نداره. بعدم نیست. میتونم برونم. J4 چطور؟ J4 به درد نمیخوره. خب آقا این قشنگه، چون اگر من بزنم این ستون باز میشه، درسته؟ باز بذار یه کاری کنیم. ما میریم برای اینکه ستون رو باز کنیم. میریم برای اینکه تو ستون بازی کنیم. خب اوکی روخو گذاشتی اینجا. میخوای F5 کنی؟ F5 که میتونستی بکنی، نیازی نبود به این کار. پس چرا این کار کردی؟ D5 اسب بیاد بزنم اذیت میشی. پس اگه D5 کنم باید بزنی. میزنم بعد میای. خب واسه یه کاری میکنه. فیله رو میذاریم. حالا هی D5 داره قوی تر میشه. حالا اون نگرانیمو دارم جواب میدم. یا ابوالفضل شاه D8. خب شاه D8 قلعه نرفت چون ستون تنها سرمایه زندگیش همین ستونه. میتونیم سرمایه زندگیشو ازش بگیریم. حالا دیگه D5 E5 قدرت سابق رو نداره چون دیگه تو مسیر نیست. ولی خب چیزی هم از قشنگیاش کم نشده. نه دیگه خونه F5 و اسب و فیل هست. آسه حرکت پیدا نمی‌کنم. آسه حرکت محدود کننده خوبی. حالا دیگه خیالم از این راحت. این یعنی اسبم آزاد شد. اسب G8 این یعنی E5 هی داره قوی تر میشه. منم هی حس میکنم دارم ناشکری میکنم E5 رو نمیکنم. برو بریم E5 وقتش رسیده دیگه. F5 اینجا مایه درد سر نیست. شاه 3-7 میگه تو بزن. حالا اگه من بیام چی شیطون؟ اگه من بیام بزنم فیل بد میشه. اینم میخوره. نمیخوره چون گذاشتی اینجا. اوکی ببخشید بچه ها، اینجا وقت محاسبه است. E6 F در E6 پیاده در E6 فیل E8. اوکی میزنم میری کنار. چی داری نقطه ضعف؟ J6 رو دفاع کردی. دیگه چی داری؟ دیگه چی داریم اینجا؟ دیگه چی داریم؟ رخشم خوشحال میشه. اگه بزنه روخرم نمیتونم تو بکنم. ستون بهش میدم. برو بریم این حمله رو بگیریم ازش. خب فیل F8 ببخشید فیل E8 نمیزنم چون اگه بزنم فیلت میاد بیرون چیزی گیرم نمیاد. ولی انگار وقتشه برونم. حالا با فیل هم میتونم بزنم و وارد بازیشم. با رخ هم میتونم بزنم. اسب F6 چی میگه اینجا؟ اینو میخوای بزنی ته زورت اینه. من چی دارم اینجا؟ بزنم. اینجا تاکتیک وجود داره. این حرکت خیلی مشکوکه. با رخ بزنه اینو میزنم. با فیل بزنه کیش میدم.
با فیل بزنه کیش میدم. شاه رو برداره بذاره اینجا. بچه پیدا کردم، دارم پیدا میکنم. ای هفته ضعیفه. پیاده در F7، فیل در F7، رخ در E7 کیش، شاه D8 بعد محاسبه بشه. شاه D8، رخ در B7، رخ در B7. با فیل میزنه چون دارم پیاده در J6 میزنم. با اسب میزنه پیاده در J6. خیلی برنده. پیاده رونده دارم، همه چی خوبه. تصمیم گرفت کار سخته رو بکنه. این یعنی پیاده در J6. یه پیاده که داد میخواد پیاده رو پس بگیره. میتونی پس بگیری؟ فکر نکنم. رخ در E7، رخ در F6 دارم که چی؟ این زیر ضربه با 2 مهره. وقت دفاع ازش نیست، اما اگه بزنه خوب میشه براش. بعد پیاده رو بیخیال شم. خب اینو نمیخوام بهت بدم اینجوری، بعد راحت نمیخوام بهت بدم. حتی نمیتونی هم بزنی. میزنم تو این. اوکی، میزنم تو. خب پس ما یه فرصت هنوز داریم. اون فرصت رو باید به نحو احسن استفاده کرد. یعنی من هنوز لازم استفاده کنم، مگر اینکه بخواد اینو بزنه. اینو چطوری دفاع کنم؟ اگه اینو بزنه نمیدونم، خوب میشه انگار. اینجا یکم گیرم. نقطه ضعف E7. D5 هم داره میزنه ولی من حمله برای خودم نمیبینم. رخ در F6، پیاده در F6. چی نمیشه. این که هیچی نمیشه. بعد میتونم اسب رو بیارم. یه بخواد بزنه میزنم ولی خیلی مبهمه. اینو بذار حساب کنم. با شاه میزنه، با رخ میزنم. اینجا یه امتیاز عقب میفتم. تو معامله اخیر یک امتیاز عقب میفتم. بعدش چی؟ تهدید دارم اینجا. تهدید نمیبینم. میدونم تهدید اینه که بیام و بعد حالا خلاصه فشار بیارم، ولی رخو برمیگردونه. فشار به فیل نمیتونم بیارم. ولی بچه ها اگه بزنم مثلا اول نوبت اون میشه، بعد برمیگرده دفاع میکنه. فرض کنیم برگرده دفاع کنه. چی دارم اینجا؟ اسب رو میتونم بیارم تو. بعد مثلا بزنه اسب رو یکی دیگه میارم تو. بعد میخوام بیام اینجا فیلو بذاره. هیچی پیدا نمیکنم. خب ببخشید وقت هم گرفته شد، ولی خب بچه ها لحظات حساسی. اوکی، من میگم که آخه اینو بردارم بعد بتونم به این حمله کنم. این مزاحمه. کاش اسبم به اینجا برسه یا به اینجا. ولی پیاده رو داره میزنه. یه بار دیگه بذار اینو حساب کنم. اگه با فیل بزنه مگه چقدر ضرر میکنم؟ اصلا اگه با اسب بزنه مگه چقدر ضرر میکنم؟
اینو میزنم بچه ها، همش نگرانم، همش نگران اینم. اوکی، با پیاده زد. حالا نگرانیم برطرف شد. با فیل میزد من بیشتر نگران میشدم، فیلش فعال میشد. با فیل میزد بیشتر نگران میشدم. بعد دست برسونم اینجا. اسب رو میگم یه مانور میخوایم بدیم، یه مانور میخوایم بدیم. حالا یا این بر یا اون بر. پیاده رو زد. اوه اوه، راست میگه، پیاده رو زد، راه رخم رو بستم. اما فکر کنم خوبم، فکر کنم خوبم بچه ها، فکر کنم خوبم. اسب رو میام اینجا. حالا این برم میتونم بیام، چه فرقی داره با این بر؟ اینجا بیام فرقی نمیکنه. بذار بیام این بر. اینجا حمله به رخه، حمله به رخه، اجبار ریاکشن. آره، او رخو داد، رخو داد و کاری هم میتونست بکنه، چون من داشتم پیاده رو میزدم. پس انگار از ایدو رو میتونیم به عنوان یه تله هم حتی ارزیابی کنیم که حالا اینجوری در اومد و نهایتا رخو میگیریم. اوکی. حالا دیگه بردن این بازی خیلی کاری نداره. رخ تهدید نداره در حال حاضر. ما اسب رو باید بیاریم بیرون. اسب رو میام بیرون و میخوام بزنم توی E7. دفاع کرد. چقدر این دفاع جدیه. با رخ میزنه. قشنگه. خب میتونم این کارو بکنم و بعد این کارو بکنم. اینم نازه ها. یعنی الان بیام اینجا بزنه، بیام اینجا، اسب رو باید بردارم. میتونم برون. اگه برونه میزنم، بزنه میزنم. خیلی جلو میافتم. درست. برو بریم. 20. اوکی. 34. اسب رو بردار. بر نداری اوکی میزنم. او او واقعا بگی که اومد دیگه، به چی فکر میکنم؟ خب خب چگونه وضعیت برنده را ببریم؟ مثلا پیاده های ترسناک، مثلا حمله. حالا راه رخمون هم باز میکنیم. دفاع فکر خوبیه. دلم نمیاد این پیاده رو اینجوری بدم بهت. این پیاده رو دفاع میکنم، یکم میترسم واسه بخوای. این پیاده رو دفاع میکنم. پیاده نه اینکه پیاده برام مهم باشه، رخه وارد بازی میشه. اسب میاد توی خونه بسیار خوشگل. اوکی، یه پیاده داره بهم میده، میپذیرم چون هیچ تهدیدی بعدش نداره. اسبو برمیگردونم. احتمال داره بیاد اینجا. خب خب اوکی. نمیشه. اسب رو میام اینجا. بچه پیاده ها داره رونده میشه، باید مراقب باشید. خب تهدید اینه در حال حاضر و تهدید خوشگلی هم هست، نمیتونیم بگیم تهدید الکیه. رخ باید بیاد تو. چرا رخو نذارم اینجا که اگه روند بیام اینجا، بعد اگه روند بعد بیام اینجا. اوه واقعا پیاده ها داره رونده میشه ها. چقدر جالبه، چقدر جالبه. فکر کنم وقتش رسیده ما هم به زندگیمون برسیم دیگه. آچمز اگه اینجوریه که دفاع. اگه بعدی شاه رو بخواد بیاره میام اینجا. اوکی، تعویضو هستم اگه پایه‌ای. خب شاه میاد بالا. اینو نمیتونه برونه چون این رخه اینجا هست، یعنی میتونه برونه ولی تهدید نیست فعلا. یه دونه بریم جلو ببینیم این شاه رو میشه محدود کرد. اوکی، الان میخوای بعدی رو برونی.
بچه من اصلا اسب رو میدم بهش، پیاده رو میرونم. آره من اصلا پیاده رو میرونم. اگه میخوای بزنی بزن، وزیر نمیشی. میریم برای پیاده بچه ها. برو بریم. آدم باید برتری خودش هم ببینه دیگه، نمیشه که همش بترسی که. تصمیم تو بگیر. اوکی. حالا بهت نمیدم اینا رو. برو بریم. برای اینکه بچه ممکن بود پیاده رو وزیر کنه بزنم اونو بزنه. من میخواستم اینو اینجوری ندم. حالا اگه دوست داره با رخ بزنه من میزنم. اوکی. حالا دیگه این بازی رو من راحت میبرم. یعنی هر کسی راحت میبره. مهم همین ساده سازی است. این اصلا لزومی نداره بزنم. بله. و میریم پیاده رو وزیر میکنیم. جالب بود. یه جایی بعد بیخیاله اسبت بشی. اگه بخوای خیلی ماتریالی در واقع نگاه کنی بازی رو، اذیت میشی. خب منم هی داشتم سعی میکردم اسبو تو بازی نگه دارم. در واقع کار درست این بود که بدی بره دیگه. بدی بره. پات هم که نداریم. این بسته و تمام. بازی جالبی بود واقعا. بریم یه کوچولو تحلیلش رو ببینیم با هم. بریم بچه ها تحلیلش رو ببینیم. گیم ریویو به ما بده. 89.5% دقت داشتیم و حالا میگه در حد 2300 بازی کردی و به نظرم خیلی خوب بوده. بذارید بریم ببینیم آنالیزش رو یک نگاه بندازم من اینجا. خب اینها که درسته، اصلا سر اینها فعلا من راجع به اینها فکر نمی کنم. یکی اینجا اسب 3 حرکت 1 بود، فیل 3 حرکت 1 بود، فیل D4 رو جزء 5 حرکت نیست، جزء 5 حرکت پیشنهادی فیل D4 نیست. H3 محدود کردن اسب، خیلی فکر قشنگیه. رخ F2 خیلی فکر مبهمیه. رخ F2 اسب J4. بده رخ F2 رو ببینم بچه. برام جالبه، نه اینکه بخوام حالا حساسیت به خرج بدم. مثلا با فیل هم بخوای بزنی، وزیر D3 رخ F2 چیکار میکنه؟ داره خوش آماده میکنه برای رخ F1. یعنی آره احتمالاً برای همینه. ولی مبهمه. یعنی حداقل حالا معلوم نمیشه که چرا رخ F2. خب ما فیل D4 کردیم که قابل قبوله، حرکت بد نبود. وزیر B6 خیلی حرکت خفنی بود. وزیر در B6 حرکت 1، H3 حرکت خوب، رخ 1 کاملا قابل قبول. درست، وضعیت داره خوب پیش میره. بله اینجاها همه چی اوکی و هیچ مشکلی تو وضعیت فعلا نیست. بچه به عددا نگاه کنید. و اینجا دیگه جایی بود که E5 رو رفتیم و جای چالشی F5 پیشنهاد F5 رو میده و اصلا فکر کنم این پیشنهاد رو نداد و منم این کار رو کردم و اینجا برتری منو ازم میگیره. ولی خب برتری سیاه نیست، ولی برتری منو ازم میگیره. بریم F5 رو ببینیم چی داره. F5 دارم تهدید میکنم میخوام بزنم. خیلی هم جدی. پس تو باید بزنی. فرض کنیم تو مهره مفت رو بزنی. البته مفت نیست که، رخ هست. من اینو میزنم. فرض کنیم تو ناراحت چی بخوای دفاع کنی. بگی من اینو دفاع میکنم. جهر. حالا اینجا که نمیای دیگه، گیو میکنی یکم. شاید هم بیه. چرا نه؟ پیاده رو داره میزنی. یا خدا رخ در E5. چقدر قشنگ بود. چون آچمز بود. فرض کنیم پس رخو میبره کنار. حالا اونجا نه، چون با فیل حمله میکنیم. رخ E8 رخ D8. حالا چیکار کنیم؟ فیل چرخ. بله پیاده وزیر نمیشه چون اسب H6 هست. بعد اسب H6 رخ D1. خیلی بازی پیچیده میشد ولی قشنگه. میدونی پیاده رفت یه خونه مونده به وزیر شدن. لاین قشنگی بود. حرکت ما هم خوب بود، بد نبود. و اینجا F5 رو رفتم که حرکت شماره 5 بود و این هم که دیگه درست حساب کردیم. خیلی خفن بود. اینجا من خیلی فکر کردم. آخ رخ در E7 که 50 بار حساب کردم حرکت 1 بود. بریم ببینیم بچه ها رخ در E7 چی داره، چون من عاجز بودم از محاسبه دقیق این لاین. تهدید من چیه اینجا؟ فرض کنیم اون رخو بیار اینجا. تهدید من چیه؟ اسب E4. میخوام اینو بزنم. خب پس اگه اینجوری رخ D8. حالا چیکار میکنم؟ شاه F2 H4 اسب E2. کدوم قابل درکه؟ اسب E4 رو بازی میکنم جلوترین حرکت. میخوام ببینم چی کار میخواد بکنم.
فیل د7. چرا پیاده رو نمیزنه؟ چرا پیاده رو نمیزنه؟ اسب G3 داره میاد تو. اسب G3 داره میاد تو. خب بس میاد اینجا. اسب در H5 از این بر میاد تو. رخو برمیداره. اسب F4 داره میاد تو. فیلو میذاره H4. برو بریم. خیلی طولانی ولی خیلی قشنگ بود. داستانی که اینجا بهتر بود دیده بشه توسط من یا توسط یه بازیکن اینه که این دوتا هم دیگه باید حواست بهشون باشه دیگه. اگه بتونی اینو بگیری به هر شکلی که حالا مثلا با مانور اسب ممکن میشد، دیگه تو در واقع داری پیاده ها رو میرونی. اینو من بعد تو محاسباتم می آوردم. گفتم اون قربانی خیلی بو میداد که درسته، یعنی بوش میومد که درسته. خب اوکی. بله اینجا دیگه حرکات درسته کاملا و دیگه اینجا مشکلی تو بازی نبود. اینجا حرکت 20 خیلی قشنگ بود. حرکت شماره 3 هم هست. حالا ممکنه بیاد شماره 2 بشه. شماره 2 شد. 20 ایده خیلی قشنگی بود که قدرتمند بازی کنه. و اینجایی که من تصمیم گرفتم اسب رو بدم اینجا. ببینید اصلا یه دونه اسب F3 میگه اسب رو بردار حرکت 2، ولی حرکتی که من کردم به 6 حرکت 4 درست برتری کاملا حفظ شد و عالی. بازی تمیزی بود واقعا. مرسی عزیزایده، ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. خیلی خوشحال میشم که با لایکتون به ما انرژی بدید و حمایت کنید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.